مهبی 56 ساله تمام سال این خانه را ساخت تا در عرفه فصل سرما پناهگاه داشته باشد. هیچ کس نداشتم برای همه اومده همین داده در قشل قیشبنای اومده در اینجا. این آرزوی چندین ساله مهبی و دخترش بود. امید داشتند که تا سال نو ساختمان منزل آرمانیشان تمام می شود و آنها در سال جدید زندگی نو را آغاز می کنند. این آدمای بی کسان میخوام خانه‌های ولنگور قطع زندگی دارن. همین با کمک همین همسایه و یک نیم کلا یک چرده‌ولی کنار در اومدگی. پسنداز مهبی از معاش فراشی او به ته کرسی و چوبی خانه رسید. خانه بی بام ماند. هر شب خوب نمیکردم. گریه میکردم که همین رشته من پوگیده رختی. بعد از آنکه مهبی از طریق رادیوی آزادی اشک در چشم این حکایت را کرد، از تمام گوشه و کنار تاجیکستان و جهان دست امداد دراز شد. حالا این عائله مبلغ ضروری را در دست دارد و گفتند که خانه‌شان بام و در و تیرزه پیدا کرد. چون این قصه و سرگذشت ها را در سال 2018 هم رادیوی آزادی زیاد نمایش داد و هر کسی با صدا بلند کردنش دشواریش را حل کرد. قصه جمشید جوانی که از نفقه معیوبیش محروم ماند از شورانگیزترین آنها بود. او سال 2002 در سربازی معیوب شد و 8 سال اخیر از جایگاه نمیخست تا 2 ماه پیش 150 سامانی نفقه میگرفت، اما مقامات از او خواستند که دوباره از تشخیص گذرد. آنها که بو میگه کمی سه دور ما خورشکی اکی با ما را میره گندم میدره و خاص میدره و نوبت پودا میره. راههای ولنگار دهن نگذاشتند او را به جای انتقال دهند. من سوشم سوز کار نمیکنم. پاش نمیگم هم خیلی در صورتش نشون میده میگه که این صورت هایده. حالا دیگر نباید جمشید و نزدیکانش غصه خورند. اگر تا 2 ماه پیش معیوب گروه 2 بودن او را شبهه کردند، بعد گزارش رادیوی آزادی نفقه معیوبی گروه 1 را میگیرد. کمیسیون مخصوص جمشید را معیوب گروه 1 اعتراف کرد و بیشتر از پیش نفقه خواهد گرفت. وزیر معارف پیشین اومده من گفت که امکانات محدود که داری ممکن است خونه های مکتب پیش میکردم. داوود نمونه برجسته تلاش یک انسانی جسور است. او بر معیوبی خود تن نمی دهد و می خواهد برای هم تقدیران خود یک نمونه باشد. هدف من میگه که باید هر یک معیوب باید بخونه بدونه چی نیست. مکتب رفت. او را نخواستند در گروه های به قول آنها کودکانی سالم جای دهند. او به مقصد خود رسید. معلومه میگفتن که بخونه دانگی من بود تمام نکی من کوشش کردم که تو مخنه بچه من وارد کنم. بعد از ختم دانشگاه کلاب به چندین اداره ها سر زد در جستجوی کار تا رئیس جمهور نیز شکایت کرد که حقوق او را به کار پایمال نکنند. بعد بیان تلاش های او در رادیوی آزادی زندگیش سامان یافت، اما میخواهد حرکت های او از طرف هم تقدیرانش به گونه دیگر فهمیده شوند. بسیار کودکان معیوب در خانه‌شان اتاقشون ارکا کردگی در خانه‌شان شتاگی خوابن. هوا فکر نمیکنن که وقتی که پدر مادرشون که میگذره بعد او را پدر کی نگاه میکنن. جمشید در یکی از مرکزهای جمعیتی کلاب درس کامپیوتر میدهد. بیبیش که او را به وایه رسانده است از کامیابی های نبیره خرسند است. به مقصدش رسید دیگه توکلش به پروردگار کریم. حالا جمشید عائله دار می شود چون که رسانه‌ای شدن زندگیش او را به نمای یک انسان تلاشگر معرفی کرد و عادتاً چنین صفت‌های کم یافت خریدار می‌یابند.